مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه خبر داد که دو ساکن پایتخت تاجیکستان برای زوروری نسبت به همسرانشان به 5 شبانه روز حبس مأموری محکوم شدند. از جمله در نتیجه سنجش و بررسی مراجعت یک زن از جانب ناظران پیشگیری زوروری در اویلا، مقامات میلیسای پایتخت در حدود ناحیه شومنصور یک حالت خشونت اویلوی آشکار کرده شده است. معین گردید که شهروند مقوموف حسن صابرجانویچ سال تولدش 1979 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه واسه 111 نسبت سابق همسر خود عمل و رفتار خشونت آور را استفاده می برده است. چنانچه نام برده صحنه 15 نوامبر سال جاری نسبت سابق همسر خود عمل و رفتار خشونتوار را استفاده کرده باعث آزار جسمانی و روانی جبر دیده گردیده است. گفته می شود در اطلاعیه وابسته به حالت مذکور نسبت به دستگیر شده مقوموف حسن طبق طلبات ماده 93 علاوه 2 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان برای رعایت نکردن طلبات امرنامه محافظتی پروتکل مأموری ترتیب داده شده با حکم دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تطبیق کرده شد. اینچنین در نتیجه سنجش مراجعت یک زن دیگر از جانب کارمندان میلیسیا شهروند جیلوبوف امانعلی قربانعلیویچ سال تولدش 1985 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه کریموف دستگیر کرده شد. ضمن پرسش معین کرده شد که نامبرده صحنه 16 نوامبر سال جاری در حالت مستی با همسر خود مناقشه نموده نسبت او زوروری استفاده کرده است. خبر می‌دهد میلیسیای پایتخت نسبت به جیلوبوف امانعلی پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده با قرار دادگاه نسبت او نیز حبس مأموری به مهلت 5 شبانه روز تعیین کرده شد. ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه میگوید در ساختار مقامات کارهای داخلی با هدف بلند برداشتن معرفت اویله‌داری، پیشگیری خشونت و زوروری در اویله، از بین بردن مناقشه و نافهمی‌های اویله‌داری، مقام ناظران پیشگیری زوروری در اویله تأسیس داده شده در نتیجه فعالیت آنها و دیگر مقامات میلیسیا حادثه‌های زیاد خشونت و زوروری در اویله آشکار و نسبت پایمال کنندگان حقوق و منفعت‌های زنان چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شده اویله‌های زیاد از خطر جداشوی نجات داده شدند.